سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم. با اخبار امروز دوشنبه 2 اکتبر در خدمت شما. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش ها. یک فرد مسلح در شهر لاس وگاس آمریکا با تیراندازی در کازینوی 50 نفر را کشت و بیشتر از 100 تن دیگر را زخمی کرد. خانواده یک زن تاجیک که به قول خودش در عربستان استثمار می شود می گوید مقامات وعده دادند مادر را به زودی برمیگردانند. در کولاب حمله سگ‌های بی‌صاحب به مردم زیاد شده است. سیل سگ‌های دیدو به کولاب از کجا می آیند و آنها را کی به اینجا می آورد؟ در ماشین بار کرده و در شهر تفصیل خبرها. پلیس آمریکا گفت در نتیجه تیراندازی در یک کازینو در شهر لاس وگاس دست کم 50 نفر کشته شدند. به گفته مقامات تیرانداز فرد به نام استیون پادوک با استفاده از اسلحه اتوماتیک بیشتر از 100 نفر دیگر را مجروح کرده است. فرد حمله‌ور را پلیس کشته است و انگیزه های حمله او معلوم نیست. حادثه شام 1 اکتبر هنگام یک جشنواره موسیقی صورت گرفت. پلیس آمریکا مناطق نزدیک به کازینوی مندلای بی و راه به سمت مهمانخانه ها را با هدف تامین امنیت بست. و در همین روز در کانادا یک فرد به چند نفر حمله کرد و مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت. جزئیات در این باره در گزارش عبدالله شروف. روز یکشنبه در شهر غربی ادمونتون پلیس کانادا مرد را با اتهام عمل تروریستی بازداشت نمود که با حمله به افسر پلیس و مجروح نمودن 4 راهگذر متهم می شود. به قول مقامات ظاهرا فرد متهم با حمله ها در تنهایی دست به عمل زده است. در نشست مطبوعاتی نوار حمله ها نمایش داده شد. رئیس پلیس ادمونتون گفت که ابتدا راننده افسر پلیس را با ماشین زده سپس با کارد به افسر پلیس حمله کرده است. بعد از آن این مرد تخمینا 30 ساله از مکان حمله فرار کرد، ولی نیمه شب هنگام تفتیش حجت‌های رانندگان یک افسر پلیس شناخت است که در سر چنبر ماشین بارکش اوهاول راننده شبیه مسئول حمله به افسر پلیس نشسته است. راننده ماشین اوهاول سوار ماشینش کوشش کرد که از مکان تفتیش فرار کند. افسران پلیس از پس او رفتند و با گفته آنها در راه این راننده در خیابان جاسپر کوشش میکرد که راهگذرها را زیر کند. فعلا کمش 4 کس با جراحت‌ها به بیمارستان انتقال یافتند. سپس ماشین چپه شد و راننده را بازداشت کردند. تخمین می شود که هر دو حمله با هم رابطه دارند. با گفته مقامات حیات افسر مجروح پلیس در خطر نیست. درباره وضع سلامتی راهگذرهای زخمی اطلاعی بیشتر دسترس نشده است. خبرگزاری CBC کانادا نوشته است که در داخل ماشین فرد متهم پرچم گروه دهشت افکن دولت اسلامی یافت شده است. در صحبت با خبرنگار ریترز منصبداران آمریکایی گفتند که نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا سعی دارند تشخیص نمایند که مسئول حمله واقعا تنها بود و یا حمله را گروه از جمله دهشت افکنان دولت اسلامی راه اندازی کردند. رو میاریم به تاجیکستان. خویشاوندان یک زن سرفرزند تاجیک که به قول خودش در عربستان سعودی استثمار می شود میگویند مقامات با آنها وعده دادند که مادر خانواده را به زودی به وطن برمیگردانند. نور بیبی منصور و ساکن ناحیه واسه میگوید حالا در خانه کارفرمایش مثل غلام کار میکند و او را بیرحمانه عذاب و آزار میدهند. همکارم سریناز روح الله گزارش میدهد. نور بیبی به مقامات تاجیک مراجعت کرده است که زیر شکنجه قرار دارد. با قبل او یکی از شرکت‌های تاجیکی با نام امکان 2015 او را به خاطر کار به عربستان سعودی آورده است و 1 سال و 2 ماه است در یکی از خانواده‌های عرب خدمتگار است. نور بیبی میگوید به سفارت تاجیکستان مراجعت کرده است، اما آنها در حل قضیه‌اش تأخیر کردند. بنابراین با مصلحت یک زن تاجیک مقیم عربستان به شبکه‌های اجتماعی رو آورده است. او را اگر تولد کنی هر یک کدام او را گفتیم گپا زمین زمان شما کمتر با خودمون محافظت میکنیم.
нурбиби мансурова сокини 51 солаи ноҳияи восе ба мардум чеҳраи ошност. ӯ чун модари серфарзанд қаҳрамони матолиби расонаҳо буд. нурбиби 24 фарзанд ба дунё оварда, аз онҳо 9 нафараш вафот кардаанд. ҳоло шавҳараш бо 15 фарзанди дигар ӯро дар ноҳияи восе мунтазиранд. нурбиби дар беморхонаи касалиҳои сили ноҳияи восе кор мекард ва гоҳ-гоҳе дар бозори марказии ноҳия тухми мурғ мефурӯхт. дар ҳамин бозор ӯ ба яке аз миёнаравҳо, ки аз ӯ ҳоҷи Искандар ном мебарад, шинос шуда бо ваъдаи маоши $600 барои 6 соати кор, ҳамчунин закоти $10,000 ба сафари Арабистон розӣ мешавад. табори нурбиби, ки аз зулми хоҷагони саудӣ мегӯяд, аз вазъи ӯ бехабар буданд, чунки ӯ дар гуфтугӯҳои телефонӣ бо фарзандонаш ба хотири ба ташвиш наандохтани онҳо арзи ҳол намекардааст. мақомоти интизомии тоҷикистон ҳангоми ташрифашон ба хонаи ин оилаи серфарзанд ба онҳо ваъда доданд, ки нурбибиро бармегардонанд. зимнан додситонии кӯли тоҷикистон хабар дод, ки нисбат ба аъмоли масъулини ширкатҳои имкон 2015 ва боз ду ширкати дигар, ҷамол 2012 ва абдукарим, ки шаҳрвандони тоҷикистонро ба Арабистони Саудӣ барои кор мебурданд, парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. нурбиби мансурова мегӯяд, ки ҳоло дар сидиқаи аз-сафир қарор дорад. ин зани серфарзанди тоҷик аз мақомоти тоҷикистон хоҳиш дорад, ки ҳарчи зудтар аз ин ғуломи ӯро наҷот диҳанд. полиси ӯзбекистон Нурулло Тахонов як адиби дигарандешро аз боздошт раҳо кард. ӯро ҳафтаи гузашта баъди бозгашташ ба шаҳри Тошканд дар фурудгоҳ дастгир карданд. бино ба гузоришҳо, мақомоти интизомии ӯзбекистон гуфтанд, ки иттиҳомоти терроризм ба зидди Нурулло Тахонов собит нашуд ва амри боздошти ӯро ҳам беэътибор карданд. Нурулло Тахонов яке аз адибони шинохта дар Ӯзбекистон 2 сол пеш баъд аз танқидҳои Ислом Каримов, раиси ҷумҳури пешини Ӯзбекистон, ба Туркия рафту 2 сол дар он ҷо буд. кумитаи забон ва истилоҳот дар Тоҷикистон бо нашри як баёнияи расмӣ гуфтааст, бахши тоҷикии Википедия бузургтарин донишномаи интернетӣ талаботи қонуни кишварро риоят намекунад. кумита гуфтааст, ҳангоми тафтиши мақолаҳо дар донишнома хатоҳои зиёди имлоӣ пайдо карданд ва ба ноширони муҳтавои тоҷикии донишнома ҳушдор доданд, ки ҳамаи хатоҳоро ислоҳ кунанд. дар робита ба ин мавзӯъ суҳбате доштам бо Аббоси Ҷаводӣ, мудири минтақавии радиозодӣ ва ҳам муҳаррири муҳтавои форсӣ Викибукс, китобхонаи ройгони интернетӣ. нахуст аз ӯ пурсидам, ки огаҳӣ ва ё ҳушдор ба Википедия то куҷо мантиқист. اولا تعبیر هشدار خیلی جالب است، عجیب است و ثانیاً نه ویکیپدیا نه هیچ وبسایت و یا دستگاه اینترنتی دیگر دنیا مجبور نیست قانون و یا قوانین فلان زبانی و فلان دولت یا حکومت یا هر کشور رو رعایت بکنند. هم چیزی نیست. سوم، ویکیپدیا یک اینترنت سایت، یک سایت تارنمای باز بین المللی هست. باز به معنای اینکه نمیدونم گفتید کی کمیته نمیدونم چیه دولتی زبان و ادبیات که من آشنا نیستم زیاد، اونا خودشون هم میتونن بیان و هرچی میخواهند به تاجیکی که فکر میکنن اون درست است، خوبم هست فکر میکنن درست است، با اون طریق میتونن خودشون بنویسن. این در مونوپولیای کسی نیست. باز است به این معنا که شما هم طاهر جان میتونید این کارو بکنید، بنویسید با تاجیکی که با خط فارسی تاجیکی بنویسید، با خط لاتین تاجیکی بنویسید یا با خط سیریلیک فعلی تاجیکستان. و آقای جوادی در تاجیکستان راجع به ویکیپدیا هرچند معلومات دارند، اما بخش عمده مردم زیاد اطلاع ندارد راجع به این دانشنامه خب بزرگ. اون گناه ویکیپدیا نیست. آره. و لطفاً دایر به نقش همین دانشنامه میگفتید که بیده از روزنامه‌های بین المللی هم که گفتند جهان رو تغییر داد. من فکر کنم در ابتدای کار که ویکیپدیا شروع به کار کرد به عنوان یک انسیکلوپدیا شروع به کار کرد. حالا شاخه‌های مختلف دارد، مثلا فقط انسیکلوپدیا نیست، ویکی
فرهنگ هست، یعنی لغت واژه‌نامه هر زبان میتونید باز کنید معناشو میده. یک دو. بعد سوم ویکی کتاب هست که گفتم من اونجا کتاب چاپ کردم. ویکی انبار هست، عکس ها هستن، ویدیوها، عکس ها، مخصوصا عکس هایی که آزادانه در دنیا هر کس میتونه استفاده کنه. اول ها که ویکی‌پدیا یعنی اون فرهنگ انسیکلوپدیای ویکی‌پدیا چاپ شد، شروع به چاپ کرد، کمی ناقص بود. اولا انگلیسی بود فقط، بعد تدریج فرانسه‌اش، روسیش، فارسیش اینا در آمد. بعد به نظرم تاجیکی هم شاید نوست. شاید تاجیکیش که 68,000 مقاله اونجا داره. بله. و خوب است. یعنی این زبان ها بعداً آمدن همشون. من حتی جرأت میکنم بگویم که در این بین نظر به این که خیلی از فرهنگ های سابق و سنتی به روز نمیشوند، نو نمیشوند، ولی ویکی‌پدیا دائما هر روز از طرف هر کسی که بخواهد نو میشود، اگرچه ممکن است که اشتباهاتی هم داشته باشد، ولی غنیتر از در این بین که 10-15 سال گذشته است، غنیتر از اکثر فرهنگ ها و واژه‌نامه هاست. و گفتگوی مفصل در این باره را در وبسایت azadi.org و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. در منطقه کلوب حمله سگ‌ها به مردم به خصوص کودکان سال به سال زیاد می شود. سال گذشته در کلوب 309 نفر را سگ گزیده است. امسال بیشتر از 400 نفر را. همکاران ما برای تحقیق این موضوع به کوچه‌های کلوب رفتند و قبل از دیدن گزارش شما را آگاه می‌کنیم که در این ویدیو صحنه‌های مایوس کننده است. ایرا کی پران؟ ایرا ملیسا. کو؟ سبا کابوس. پرانش بند رفتن. برای چی سگ پران؟ این صحنه ریقت‌آور را در یک محله سیرادم و در نزد ترمینال اتوبوس‌ها در کلوب ثبت کردند. در این منطقه تقریباً هر روز یک یا دو سگ را نابود می‌کنند، چون که به گفته مقامات خطرشان برای مردم زیاد شده است. Ayaklarından سال 2007 تا این جانب 387 عدد سگ رو بی‌ضرر گرداند، سگ‌های دایدار رو بی‌ضرر گرداند. ما تصمیم گرفتیم که در روزهای نزدیک با یک گروهی تأسیس دادن سگ‌های دایداری که پیدا شدن بی‌ضرر گردانیم. در دست حسین جان پای دندان سگی است که او را در کوچه گزیده است. در واقع ماه‌های اخیر سگ‌های بی صاحب در کلوب زیاد شدند و اگر آنجا رفتید از دیدن سیله این جانوران حیران نشوید. گوشه‌های اندک آرام را برای بچه آوردن هم انتخاب کردند. سبب زیاد شدن سگ‌های دایدار در آن است که قسمی زیادی سگ‌های دایدار را عینویه‌ها در ماشین بار کرده آورده در شهر می‌پرورند. جانورانی بی‌زبان که با عیب انسان‌ها به کوچه افتادند، کار و زندگی در کلوب را برای مردم سخت کردند. چمنگل میرزایووا که هر روز ساعت 4 بامداد کار را سر می‌کند، ماه پیش جبری سگ‌های دایدار را کشیده است. جاغاز که من 3-4 زنه که خونه اومدن گفتیم گفتم که آمون شبیدن هشم رفت نمیشه غلطیدم چیکار بدد نمیرسه. مثل چمنگل میرزایووا امسال بیشتر از 400 نفر را در منطقه کلوب سگ گزیده است. ما نسبت آدمانی که از سگ‌ها آسیب می‌بینند، یعنی که سگ‌های معلوم آسیب می‌بینند آنها می‌توانند 3 واکسینه رو گیرند و در صورتی که اگر سگ نامعلوم باشه آسیب دیدن می‌تواند 6 واکسینه رو گیرند. سالانه برای این دارو و دوا جبردیدگان 10,000 سامانی خرج می‌کنند. امسال حادثه مرگ انسان از زخم سگ دیوانه و یا هاری مشاهده نشده است، اما در گذشته چون این حادثه کم نبود. چند نفر می‌بیسود اگزاری مونکشه با سگای سایدار بودن خونه‌شون بودن که دامو رو دادیدن بودن کاری نکنن. با وجود این همه کسی از ساکنان طرفدار محو بیرحمانه جانوران نیستند. آنها میپرسند که چرا مقامات سگ‌های دایدار را داشته در پرستارخانه مخصوص نگه نمی‌دارند. پاسخ مقامات به سوالشان مثل همیشگی روشن است: ما برای نگهداری جانوران پول نداریم.
و بیننده ارجمند سپاس که امروز با ما بودید. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.